یک راننده صبح 1/2 مسیر را رفت. خب این کل مسیرش باشه صبح 1/2 رو رفت. یک قسمت هست، 2 قسمت. بعد از ظهر 1/2 از مسافتی که باقی مانده بود را رفت. مسافتی که باقی مانده اینجاست، این هم 1/2. حالا 1/2 از این، وقتی میگیم از باید ضرب کنیم. 1/2 از باقی مانده که خودش هم 1/2 بود میشه 1/4. مسافت باقی مانده باز 1/2 رو رفت، یعنی یک قسمت هست، 2 قسمت که میشه 1/4. اکنون تا مقصد 60 کیلومتر مانده. کل مسیر چقدر است؟ چند کیلومتره؟ باید بدونیم این مقداری که مانده چه کسری از کل مسیره. بیایم اینا رو با هم جمع میکنیم. از کل مسیر که 1 واحد هست کم میکنیم. 1/2 به اضافه 1/4. مخرج مشترک بگیرم، به جای 1/2 مینویسم 2/4. حاصل میشه 3/4. یعنی این مسافتی که طی کرده 3/4 بوده. چقدرش مونده؟ از کل مسیر که 1 واحد هست 3/4 برداریم چقدر میمونه؟ به جای 1 مینویسیم 4/4. میبینیم که 1/4 باقی مونده. یعنی اون قسمت باقی مانده 1 قسمت از 4 قسمته. 1 قسمته میشه 60 کیلومتر. 4 قسمتش با هم میشن چند کیلومتر؟ 4 تا 60 کیلومتر میشه؟ بله 4 6 تا 24 تا 4 60 تا 240 تا